سلام سلام، خیلی خوش اومدیم به فارکس لن. امیدوارم که حالتون خوب باشه، پرسود باشید. آقا یه خبر بم دارم براتون، بریم بتره کنیم. مگه داریم وین ریت 90%؟ خودشم با ایچیموکو. آقا میخوایم یه تحلیل زمانی خفن بهتون بگیم حال کنیم. بریم تو چارت ببینیم چه خبره. آقا قبل از اینکه بریم توی چارت، بیاین این وبسایتمون هم ببینین. بالاخره رومونمایی کردیم، بیاین بتره کنین. ابزار گذاشتیم برای فارکس، برین حال کنین، نگاه کنین. اصلا ابزارهای خفن گذاشتیم براتون. نقشه حرارتی رو نشون میده، جفت ارزا رو، اصلا ارزهای دیجیتال رو به صورت حرارتی میتونین ببینین. اصلا لیست کردیم اینجا، قیمت ها رو درصدش رو نشون میده کامل. آقا بیاین بتره کنین اینجا، اصلا یه چیز خفن براتون گذاشتیم اینجا. سیگنال خرید فروش گذاشتیم براتون اینجا، برین حال کنین ببینین اینجا سل میده، بای میده، تو کدوم تایم فریم میده، برین حالش رو ببرین. تقویم اقتصادی گذاشتیم، برای هر کشور دوست داشتیم میتونی اینجا انتخاب کنی، هر کشوری که میخوای. قیمت لحظه‌ای براتون گذاشتیم برای ارز دیجیتال. حالا ماشین حساب و خیلی چیزهای خفن گذاشتیم، بریم بتره کنیم. مخصوصا این قدرت لحظه ای رو دیگه از دست ندین که اینجا خیلی خفنه. براتون یه چیزی هم گرفتم که برین حالشو ببرین. از بروکرها گرفتیم براتون، 70% تخفیف داره، سواب نمیگیره. برای صرافی ایرانی که بخواین ریالتون رو به تتر تبدیل کنین، ایکس نوین براتون گذاشتیم، تخفیف 10% گرفتیم تو کارمزد. بریم بتره کنیم. حالا بریم پای چارت ببینیم چه خبره. خب دوستان، اینم چارت. حالا بریم ببینیم چه خبر شده. میبینین این خط رو اینجا کشیدم، الان میایم بررسی میکنیم. با ایچیموکو حتما باید آشنا باشیم. خب ما یه خط کیجونسن داریم که اینه، تنگانسن اینه، ابر کومو داریم براتون، حالا سنکو اسپن داریم. اینا دیگه اینا رو توضیح نمیدم، خودتون بلدین. ایچیموکو بلدم نیستین، حتما آموزشش رو براتون از 0 تا 100 توی کانال تلگرامیمون حتما میذاریم براتون. فعلا داریم کاراش انجام میدیم، حتما اونا رو انجام میدیم براتون. خب بریم سر اصل مطلب. آقا شما کیجونسن که میشناسید، 26 روز است دیگه. میایم یه خط فلتی اینطوری پیدا میکنیم. خب یه جوندارشو خب پیدا کردیم، میایم 26 کندل از اونجایی که شکسته فلت ها، میایم جلو 26 تا. این 26 تا میبینی کجا افتاد؟ یه دونه خط افقی بزنیم که ببینیم دیگه. حالا میخوای رنگش هم قرمز کنیم ببینیم. میبینی الان برخورد کرده به اینجا. خب روند صعودی نزولی شده، خیلی راحت. الان میخوای بدونی که این روند میخواد چی بشه. خب ما الان این ورشو نمیدونیم که اینجام نمیدونیم. ما 52 تا کندل برمیگردیم. حالا این میاد 52 میفته اینجا. میبینین خیلی راحت نزولی شده دیگه، درسته؟ یه دم بزن اینجا بذارین که کامل ببین. ببین با برخورد اینجا میبینی الان ما میفهمیم که میخواد نزولی بشه. خب الان اینجا چارت شاید اینجاییم ما هستن. خب تو چارت اینجایی نمیبینیم که اینجا رو. خب این فلت اینجا بهمون داده، مثلا اینجاییم الان. خب اینجا که نمیشه. الان اینجا رو شما بگیریم، میبینی الان ما اینجا نمیدونیم که میخواد بره بالا پایین چی میشه. میخواد ما 52 تا کندل برمیگردیم عقب، پیش بینی میکنیم که آقا اینجا میخواد نزول بشه. پس اینجا میبینیم یک بالا زده، یه پایین خوبی داده. شما اگه این خط رو داشته باشی راحت میتونی از همین جاها، ابر کما هم دیگه خودت میبینی دیگه، اینجا قشنگ محکم چسبید، اینجا نمیذاره بره بالا. خب اینجا میتونی شما یه پوزیشنی از همین جا باز کنی به سمت پایین، خیلی خوب برات سود میده. ولی چند تا شرط داریم. این تحلیل زمانی که برات میگم، اولین شرطی که داره قطعیت نداره. خودت میدونی تو بازار هیچ کسی نمیتونه به قطع بگی که این میره اینجا میرسه. خب این قیمت میخواد بره به اینجا برسه، نمیشه بود. به خاطر هم همیشه اینو در نظر بگیر. ولی اکثرا توی تایم فریمت هم یادت باشه 30 دقیقه باید بشه. اینو اکثرا انجام بدی، جواب خیلی خوب میگم، وین ریتش عالیه. خب بریم یه مثال دیگه هم با هم دیگه بررسی کنیم. شرط بعدی مهمش اینه که فلت جوندار میخواد.
باید یه فلت باشه که واقعا به دردمون بخوره. فلت باشه. میبینیم مثلا اینجا خیلی خوبه. الان یه دونه اینجا هم بکشیم 26 کندل میریم جلو. خطش هم قبلا کشیدم مونده. میبینیم با این خیلی من گرفتم، خیلی سودای خفنی داده. خب میبینیم اینجا سودی نزولی شد. الان میخوایم ببینیم که واقعا اینطوری میشه یا نه. من اینجا مثلا نیست. میبینی قشنگ افتاده اینجا. خیلی قشنگ نزول کرده اینجا. نزول خیلی خوب. بریم بتری کنین اینا. خیلی عالی، خفنه. امیدوارم که بتونیم با این تحلیل زمانی حال کنین، برین سودای توپل بسازین، برام حتما کامنت بذارین، حتما کانالمون و وبسایتمون رو حتما داشته باشین. خوشحال میشیم که کامنتاتون رو داشته باشیم. حتما جواب میدم بهتون. حتما پای این ویدیو حتما بذارین. دمتون گرم. پرسود باشید.